فقط 3 دقیقه به هم زمان بده تا این میکاپ رو بهت یاد بدم. کانسیلرم رو با یه سایه روشن خشک میکنم و برای قسمت بیرونی چشمم از یه رنگ قهوه‌ای روشن استفاده میکنم. در ادامه از یه سایه قهوه‌ای تیره تر استفاده کردم که جلوه قشنگتری به میکاپم بده. برای وسط پلکم از یه رنگی که چند درجه روشن‌تر استفاده میکنم. و برای قسمت داخلی چشمم از رنگ سفید استفاده میکنم. از سایه قهوه‌ای به پلک پایینم هم میزنم. حالا نوبت خط چشمیه که حسابی چشمامو کشیده کنه. فرمی که به چشمم داده رو ببین. البته اینجا من یه مقدار پهن ترش کردم. گوشه داخلی چشمم رو هم میکشم. توی چشمم رو هم کامل سیاه میکنم. گوشه بیرونی چشمم رو با سایه قهوه‌ای تیره تر میکنم. حالا بلندش میکنم. بعد دوباره گوشه چشمم رو با رنگ مشکی یکم تیره تر میکنم. و فضای خالی بیرون چشمم رو مداد سفید میکشم. گوشه داخلی پلک بالا و پلک پایین رو هم مداد سفید میکشم. وقت هایلایتره. هر جایی که مداد سفید کشیدم رو هایلایتر میزنم. از یه سایه شاین روشن برای چشمم استفاده میکنم. و با یه ریمل میکاپم رو تموم میکنم. و در آخر اینم از نتیجه. اگه خوشت اومد چنلمو سابسکرایب کن چون قراره کلی از این ویدیوها برات بذارم.